در راند دوم حکومت به غلط دزدی و کسبوری به حدش رسیده بود. هرچی سر به خود گمه شد. باز نفر دوم کل کسبورا رو افشا کرد و عکسایش رو اشاره کشید. ما هم از موقع استفاده کرد دو نوع لیست دوزار نظر به اقتصادشان آماده ساختم. لیست طالماندا و لیست ناطالماندا. تو چرا از خانه جمیلشان آورد دزدی کرده بودی ها؟ پدرم خلاص شده بود امیر صاحب. چوب باش، امکان نداره. او قرچه، تو چرا از نان و این نان دزدی کرده بودی؟ اونمو گپ شد که از رضا بلاخیزه. گوش نبودم، 2 هفته نان نخورده بودم. خیلی امیر صاحب ما رو ببخش، باز تکرار نمیشه. اوهو، چطور ببخشمتان؟ کلان جرما کردین و باز شما خود لیست ناطالماندا هستین. باید جزای خود ببینین. بخیر آمدین سیب، قدمهایتان سر چشم زنگ میزدین خودم هم میامدم. هنگا پانبان ما رو دشان با 2 پیسه کردین. ما بگی تا صبح سعید فهمیدم تشویش نکو. تا صبح کلشان رو گلواره میکنم. دوست تا دوست بیادر مثل قلندر نباشید.